هذا النور شفاء صدور. به نام خداوند بخشاینده مهربان نهایت با رحم. اما بعد، علامت‌های قیامت. از عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت شده است که فرمود با رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای زیارت حج رفته بودیم و حضرت بعد ادای مراسم حج فرمود کی می‌خواهد از علامت‌های قیامت برایتان بگویم؟ سلمان فارس که از همه به رسول خدا صلی الله علیه و سلم نزدیک بود گفت بله ما را خبر کن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که یکی از علامت‌های قیامت این ضایع کردن نماز است. یعنی نماز از بین می رود و مردم از قفای شهوت و هواهای نفسانی پیروی می کنند. مال مقامش بلند می شود و مردم آن را تعظیم می کنند. دین به دنیا فروخته می شود. شخصانی با ایمان گناه را می بینند آشکارا و اما نمی توانند پیش آن را بگیرند. حضرت فرمود ای سلمان در نزدیکی قیامت پادشاهان ظالم رعیت خواهند کرد. آدمی خائن امانتدار می‌گردد و آدمی امانتدار خائن اعلان می‌گردد. دروغگو را راستگو می‌گویند و راستگو را به دروغ می‌برارند. ای سلمان در آن زمان زنها به پست و مقام می‌رسند و کودکان بر فراز و منبر می‌روند و دروغ گفتن یک نوع با عقل بودن تصور می‌گردد. فرزند به پدر و مادرش جفا می‌کند ولی به دوستش محبت می‌کند و ستاره دنباله‌دار طلوع می‌کند. بدان ای سلمان در آن زمان زنها به شوهرانشان در تجارت شریک می‌گردند و باران در فصلش نباریده در فصل گرما میبارد و همه سخت و خشمگین میگردند. کمبغل تحقیر میگردد و نه حرمت خردسالان میماند و نه حرمت بزرگسالان. دهان همه پر از فحش و حقارت میگردد. بدان ای سلمان در آن هنگام مردان به مردان کفایت میکنند و زنان به زنان کفایت میکنند. پدر به دخترش چشم علا میکند و بعضیها به پسر خود. مردان به زنان مانند میگردند و زنها به مردان. و زنان همه مرکب سوار می‌گردند که از طرف امت من لعنت خدا بر آنها باد. بدان ای سلمان در آن هنگام مسجدها همه طیله‌کاری می‌شوند آنچنان کلیساها و معبدهای یهودی‌ها. قرآن‌ها فقط زیور آلات می‌گردند. صف نمازخوان‌ها زیاد می‌گردد ولی دل‌ها نسبت یکدیگر خشمگین. بدان ای سلمان در آن هنگام مردان و پسران امت من خود را با طلا آرایش می‌دهند و لباس خرید می‌پوشند و از پوست پلنگ مال خرید و فروش می‌گردد. بدان ای سلمان در آن هنگام ریبا یعنی پراتسنس همه جا را فرا میگیرد و یک عمل آشکار میگردد و معاملات به غیبت و رشوه انجام میشود و دین خوار و دنیا مرتبه اش بلند میگردد. بدان ای سلمان در آن هنگام طلاق زیاد میگردد و آوازخوان و سرایندگان زیاد میگردند. بدان ای سلمان در آن زمان یعنی در نزدیکی قیامت بویهای امتی من فقط برای استراحت و تماشا به حج میروند و طبقه میانه برای تجارت و کمبغلان برای خودنمایی به حج میروند. در آن هنگام زینازادگان خیلی زیاد میگردند با قرآن آوازخوانی میکنند. بدان ای سلمان مردم در آن روز آشکارا گناه میکنند و دروغ آشکار و بی پرده میگردد و مردم شطرنج و نرد و موسیقی را کار پسندیده میحسابند. بدان ای سلمان در آن زمان توانگر هیچ کمک به نادار نمیکند، مثل اینکه گدای در کوچه دو جمعه میایستد و کسی به دست او چیزی نمیگذارد. و در آن روز مردم برای خانه‌های بلند آشیانه ساختن با همدیگر مسابقه میکنند. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.